سلام بچه، خوش اومدید یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو ما قراره یه مراحل 10 نفره بریم توی توک 16. پس بریم که داشته باشیم. خب نفرات اول استوکن و روممز که استوکن رومن رو میزنه به شکلی زیبا. این همون رومنیه که با براک مسابقه داد زده کمربند WWE. استوکن همون سال 2015 اینا میشه تقریبا، که واقعا یادم نمیاد اون موقع چیکار میکرد. بریم برای نفر سوم ببینیم کیه. و جان سینا نزدیک بود حذف شیم، واقعا میتونستیم. حالا جان سینا اومده ضربه میزنه و اولین ضد فن رو میگیریم. به 2 ضد فن هم میتونست بکشه ولی اولی رو میگیریم. خب من میخوام برم سریع به حذف جان. اون نه به حذف اون میکنه الان خدا که نخواد حذف میکنه. این حذف کردن خیلی ساده است. حذف کردن یعنی اصلا نه راحت حذف میشید نه راحت، خیلی تریپلیج خیلی راحت میتونید پرت بدید بیرون و خیلی سخت هم پرت بشید بیرون. او تریپلیج سریع به سراغ رومن. ما میبینیم که جان سینا رو بزنیم و ادبش کنیم. اون جان سینا چه جان سینایی بود، واقعا جان سینایی بود که اون زمانا با تریپلیج و ستورلینز و اینا درگیری داشت. بیگ شو خیانت کرد بهش. یه ذره قبلش هم با سی ام پانک درگیری داشت. خب ما ضد فنامون تموم شد و یه کلوزان پشت به رومن میزنیم. بدبخت شدیم. نفر بعدی ست رولینز، کسی تا حالا حذف نشده و نفر 53 هم یه گنجایش رینگ هم 6 نفره. خب ست سریع میره سراغ رومن. اونا دربیگی و ما از استراحت میکنیم. ست رومن رو حذف میکنه، داره حذفش میکنه. آیا حذف میشه؟ و بله روممز حذف میشه. حالا ما سریع میریم سراغ حذف کردن ست. نمیشه. یه سینیشر دارم، نمیدونم الان بزنم یا نه. او میره بالا تاپ رو. او دین امروز اومد. عمودین دین چرا منو میزنی؟ دین امروز اومد و سینیشر روش میزنیم مشت های متدادم. حالا من اینجا میرم برای حذف تریپلیج که آیا میتونیم یا نه. تریپلیج میخوایم حذفش کنیم که نه نمیذاره. او با یه ضربه زیبا. خب حالا جان با تریپلیج همکاری نکنه. این کشتیکج اولین کشتیکجی بود که ضد فن اومد، تعداد ضد فن اومد و دین داره سه تا حذف میکنه. و اینجا ما یه دونه فینیشر داریم که میخوام باشی که پرت بدم بیرون. کین، این مدل کین بدون ماسک. جان رو از اینجا پرت بدیم بیرون با یک کلوزلاین زیبا. این از همون اولم بود. این کین بدون ماسک. خب ست بخواد دین امروز رو حذف کنه، رومن رو حذف کرده، میتونه دین رو حذف کنه. یک ضربه زیبا. خب حالا اینجا من خودم میخوام برم برای حذف
تریپلش اگه بشه اپوش کین میگیره و میخواد برای حذف ما. خب یه دوتایی آیا میتونن حذف کنن؟ که نه، جفتشونو میزنیم ببن، همون میخوام بزنن. تریپلش کینو پرت میده، منم میرم کمکش که کینو پرت بدیم بیرون و کینم داره پرت میشه بیرون. ولی نه، کینم پرت نمیشه بیرون. اینی که میاد تو آخرین نفره که گنجایش داره. باتیستا، داوود باتیستا. بعدش میادیم تریپلش نزدیک حذف شدن بود. اینجا ما میخوایم اینطوری حذفش کنیم اگه بشه. این باتیستا هم واقعا هم داوود باتیستا ریش داره قشنگ. یه بار دیگه سعی میکنیم تریپلش رو بخوایم پرت بدیم بیرون. پا میزنیم اولی یکی دیگه بزنیم تریپلش بعد بشه بیرون. تریپلش حذف میشه. دین هم حذف شده، ست حذفش کرده. حالا اینجا فکر کنم میخواد، فکر نکنم داره چی کار میکنه. داره حذف میکنه. شانس رو نفهمیدم. من نه نمیذارم حذف میکنه. ست رفت و سینیشه رو زد بلندمون میخواد بکنه بزنه. نه چرا اینجا میخواد حذف شه که امیدوارم که نه. امیدوارم که نخواه حذف شیم. باید کوچیکش بکنم و نه. خب افتادیم با یک کلوزر حذف میشیم. امیدوارم کسی نخواد کلوزر بزنه. اوکی، اینجا میام سراغ کین چون خیلی وقت توی رینگه و نفر نهمم الان بیاد توی رینگ. ببینیم که کیه. سوکل از همه بیشتر آسیب دیده ولی میخوام اولش کنم. براکلزم هم میاد توی رینگ و اینجا سینیشرمونو میزنیم روی کین. خب براکت اومده میخواد فکر کنم مرده خوبی کنه و کین رو حذف کنه و ما مشکلی نداریم با این قضیه. ولی یه استانر هم میزنیم روی کین و خودمون هم میخوایم حذفش کنیم. بلند شد براک این چه کاری بود؟ کین بلند شد. براک منو نزن. برش کردم یه زانو یا قول خودتون یه نی. اینجا همه 4 ضد فنن ولی فقط یه نفر 3 تا ضد فنه اونم کینه. برش کردم یه نی. نه یه چوکسلمپ زیبا چوکسلمپ. خب حالا نفر 10 کسی نیست جز آفرین دنیل برایان، همون مدل خیلی با موش محکم. الان نفر 10 و نفر آخر و همه توی رینگن و ما امیدوارم حذف نشیم. نمیدونستم این زد هم دوتایی. خب اولش زد ست که فینیشر داره، تنها کسی که فینیشر داره اونم شورسم 2 دستی که همون فینیشر اوماسه. ببینیم این براک داره خیلی بد ما رو میزنه. ببینیم که چطوری میشه.
امیدوارم که حذفمون نه میخواد بزنه. نمیذارم و نمیذارم حذفم کنه به تمام قدرت. یعنی بلند شو. میخوام پرتش بدم بیرون. اگه بشه با تمام قدرت 3 تون رو حذف میکنه. ما میخوایم براک رو حذف بکنیم که نمیشه. براک تازه نفس. ما مثلا انرژی نداریم و براک میگیره و فکر کنم میتونیم، یعنی اینو داریم که بریم برای حذف شدن. امیدوارم که نخواد حذفمون کنه چون یه ضد فعال میشم نداریم. ضد فعال دوتایی هم نداره، مثلا نداشت. اوه خیلی آسیب دیده سرکان و از اون وقت براک هم خیلی حالش خوبه به شدت. سرکان نفر اول تو بوده و میگیریم از ادجاستمنت کوچک میخوایم بریم برای حذفش با تمام قدرت یار بشیم. از اینجا میتونیم که اصلا حال نداره سرکان و نمیشه، اما ولش کنیم. اصلا حالی نداشته براش براک بزنه. همونطور که ببینه انرژی صفره و یه ذره بیفته من یه انرژی سرکان بگیره. اصلا صفر بدبخت شده. امشا فکر کنم الان راحت حذف میکنه چون اصلا انرژی نداریم. فکر کنم حذف شده ولی تمام حذف. خب حالا مسابقه رو ببینیم، خودشون ببینیم. من اشتباه کردم با بباک که تازه اومده بود درگیر شدم، خیلی تازه نفس بود. از اون برم سترولینزم بیرون میره. یکن یه دونه سینیشر داره. بباکم داره پر میکنه. باتیستا میتونه از کنه بباکو. باتیستا و بباکو داریم بباید خیلی انرژی دارم ولی کینم چون هم یه سینیشر از استوکن خورد هم یه استانه خیلی حال نداره و باتیستا هم نمیتونه حذف کنه. باتیستا هم نمیتونه بباک حذف کنه. دنیل برایان کسی که یک سینیشر داره میتونه حذف کنه یا نه. اگه حذف کنه که خیلی حذف کرد. بله فقط 3 نفر توی این موندن و بباک هم یه سینیشر پر میکنه. اون برم نشون بدم رسلمینیا رو. خب ببینیم که چی میشه. خدای من یه ضربه محکم تو دل باتیستا جبران میکنه. تو بین اینا از همه بیشتر بباک جون داره که با هم یه همکاری زیبا میکنن. دارم با هم همکاری میکنن تا بباک رو جونش کم کنن و بهش آسیب بزنم و یه ضربه. ببینیم چی میشه. و باتیستا اسپیر سینیچه خوشو میزنه دنیل برایان داره کیک. باتیستا یه دونه باتیستا بام داره که میتونه یکیو حذف کنه بیرون و بباک هم یه دونه تریبل سوپلکس داره یه دونه تریبل پاور بام داره که جفتش سینیچه بشه میتونه هر کدومو بزنه. ببینیم که فقط دنیل برایانه که هیچی نداره. بباک هم از همشون انرژی بیشتری داره. الان باتیستا سریع میرسه بباک رو بلند میشه ولی نه، دنیل برایان میخواد باتیستا رو حذف کنه. آیا میذاره و بباک رو حذفش کنه؟ آیا دنیل برایان نه، اصلا نه. بباک از همشون بیشتر حال داره، انرژی بیشتری داره و دنیل برایان هم داره سینیشر رو پر میکنه. و تریبله نه، یه دونه جرمن سوپلکس.
خب ببینیم باتیستا داره بلند میشه و این تریپل سوپلکس بله و دنیل برایان این تریپل سوپلکس زده میشه. دومی و سومی و تمام رتبت و بله حالا باتیستا که باتیستا بام دیگه نداره نمیدونم فکر کنم گرفتش. حالا آیا با فینیشری که ببک داره حذف میشه؟ یه فینیشر ببک داره و از همشون هم انرژی بیشتری داره فکر نمی کنم حذف شه. دنیل برایان هم الان یه تریپل سوپلکس خورده و نزدیکه که پر بشه و نه حذف نمیشه ببکش نگه میداره. تنها کسی که اینجا کامل و داشت شادی میکرد شادی که داشت کامکشون میزد که ببک گرفتش. فکر کنم ببک میتونه حذفش کنه. ببک انرژیش از آبی به بنفش رسید. بله الان همه شون انرژی های یکسانی دارن و ببک هم نتونست دنیل برایان رو حذف کنه. آیا دنیل برایان میتونه کامبک خودش رو بزنه و به بازی کامل برگرده یا خیر؟ نه که تیره و یه ضربه با آرنج و با فینیشر خودش حذف میکنه دنیل برایانو. باتیستا براک لزنر. ببینیم که کی از بین این دو میتونه به رسلمنیا راه پیدا کنه. باتیستا داره کبه میخونه براش و بباک سریع میگیره اونو پرت میده میخواد پرت بدهش. آیا میتونه حذفش کنه یا نه؟ پاول میگیره. آیا باتیستا حذف میشه در این لحظه یا نه؟ با هم داریم میبینیم. باتیستا فکر نمی کنم حذف شه چون هنوز انرژی دارم. نه حذف تموم. براک لزنر برنده رویال رامبل میشه. اگه دوست داشتید باز هم از این نره تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.